دوستان روی گوشی اندروید خود یه دونه واتساپ نصب کنید. موافقت و ادامه. چند تا گزینه پیوند دادن به عنوان دستگاه دیگر. حالا او یکی گوش QR کد او گوشی نیاریم که خیلی واتساپش هک کنیم. وارد واتساپ یا بوید، بخش تنظیمات، ای بالا QR کد، اسکن QR کد. الان ببینید کانتینیو، لینک، اوکی. دستگاه قبلی پشتش قراریم. مشاهده کنید دوستان، الان تمامی اطلاعات این دستگاهی که شما خیلی هکش کنید وارد دستگاه جدیده بود. دوستان ببینید در حال بارگیری گفتگو. کمتر از 2 دقیقه تمام اطلاعات این دستگاه وارد این دستگاهی بود. ببینید به صورت همزمان شما ایترید از این دستگاه استفاده کنید به طوری که او شخص مقابل نفهمه که کسی وارد واتساپ شابیه. بفرمایید. پیامل یعقوب واس کنیم که متوجه نبود. بفرستین سی ایزانی که دوست دارین چیه.